لشکر توران و سمنگان به سپهداری سهراب در مرز ایران و توران به دژ سپید رسیدند. دژی که گژدهم پیر والی آن بود. سپاه سهراب بیشمار بود، به گونه‌ای که سرتاسر دشت نبرد از درفش و جامه جنگجویان سیاه‌پوش شده بود. هجیر سپهدار دژ سپید در چشم هم زدنی در برابر سهراب پهلوان به خاک افتاده و اکنون در بند اوست. نگهبانان دژ سپید هیچ امیدی به پیروزی در این نبرد ندارند و کوس جنگی دشمن لرزه به دلهایشان انداخته. سهراب پیش آمده و از میان ایرانیان هماورد می‌خواهد. سکوت سر تا سر دژ را فرا گرفته و هیچ یک از پهلوانان پا پیش نمی‌گذارد مگر یکی. گردآفرید، تنها دختر گژدهم که لباس رزم پوشیده، پیش می‌آید. زنی بود بر سان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود گردآفرید، زمانه ز مادر چنین ناورید. چنان ننگش آمد ز کار هجیر، که شد لاله رنگش به کردار قیر. ننگ بر ما اگر هجیر تنها هماورد این میدانه. گردآفرید موهای بلندش را به زیر زره کرد و کلاهخود جنگی به سر گذاشت. بر اسب بادپایش سوار شد و به میدان سهراب رفت. سالار این لشکر کیست؟ که گردان کدامند و جنگاوران، دلیران و کارآزموده سران. سهراب که خیال میکرد مرد جوانی در برابرش ایستاده خندید و گفت باز هم گور دیگری شکار این شیر درنده خو میشه. بهتره برای مردن آماده بشی. کمان را بزه کرد و بگشاد بر، نبود مرغ را پیش تیرش گذر. به سهراب بر تیر باران گرفت، چپ و راست جنگ سواران گرفت. تیرهای مرغ افکن تو بر سپر پولادین من کارساز نیست. به فکر چاره دیگری باش. اکنون زخم نیزم را چاره کن تورانی. کمان بزه را به بازو فکند، سمندش برآمد به ابر بلند. سر نیزه را سوی سهراب کرد، انان و سنان را پر از تاب کرد. به قد و قامتش نمی اومد که چنین جنگاور دلیری باشه. برا شفت سهراب و شد چون پلنگ، چو بدخواه او چارگر بود به جنگ. نبرد سختی میان دو جنگاور در گرفت. سهراب چرخی زد و با نیزه آنچنان به کمربند گردآفرید زد که زره دختر از هم پاره شد. گردآفرید خنجرش را از کمر کشید و با یک جست نیزه سهراب را به دو نیم کرد و به اسب نشست و به سوی دژ برگشت. سهراب که خشمگین شده بود به دنبالش اسب تاخت تا به کنار گردآفرید رسید. دست برد و کلاهخودشو از سر برداشت. شکن شکن موهای بلند دختر بر هوا به پرواز در آمد. رها شد ز بند زر موی اوی، درفشان چو خورشید شد روی اوی. دختر بود. از میان این همه جنگاور این شیرزن به میدان من اومده. سهراب کمندش را از زین باز کرد و اون رو به دور کمر گردآفرید پیچید. پهلوان دو سپاه ما رو نگاه میکنن. اونا شمشیر زدن و جنگ سخت ما رو دیدن. اگه بفهمن با یه دختر میجنگیدی میگن پهلوانشون از پس دختری چون من بر نیامده. هرچه بیشتر درنگ کنی ننگش برای تو بیشتره. من دژ و سپاهو به تو میدم. همراه هم بیا تا به درون دژ بریم. سهراب چهره دختر رو که دید دلش پیش گردآفرید گیر کرد و گفت
میپذیرم. پس پای سخنی که گفتی بمون. هنگامی که به دروازه دژ رسیدند، گردآفرید بیدرنگ به درون دژ برگشت و در رو بست. سپس از باره دژ بالا رفت. های پهلوان، از همین راهی که اومدی برگرد. ایران جای تو و سپاهت نیست. به یزدان سوگند میخورم این بار نمیگذارم از چنگم در بری. دروازه دژ رو که باز کنم از کاری که کردی پشیمون میشی. پس پیمانی که بستی چی شد؟ پهلوان ناراحت نشو، من روزی تو نبودم. میدونیم که تو از تورانیان نیستی، از برز و بازوت پیداست. برگرد به توران. زمانی که شاهنشاه و رستم از یورش شما آگاه بشن میان سراغتون. اینو بدون که تو هماورد تهمتن نیستی. پدر، اکنون زمان اون رسیده که دژو خالی کنیم، چرا که تورانی ها سپیده‌دم وارد دژ خواهند شد. سهراب تا سپیده‌دمان از اندیشه گردآفرید خواب به چشمانش نیامد. هنگامی که سپیده‌دم در دژ را گشودند، دیگر هیچ کس در دژ نمانده بود. بیامد در دژ گشادند، باز ندیدند در دژ یکی رزمساز.